مهاجرت مهنتی گفتنیم که خیلی سوق سلامت کار کنن صبر کنن سوق سلامت با بالای خانهشون با وطن خودشون برگردن. بچم چند سال اقتصادان گذاشت در روسیه بچم چند سال سال بچم برادن روسیه غم میکن عذاب میکن مجبورشان بچه‌های ما با وطن برگردن یا بسیارترگیش با همه عذاب زیقت نگاه نکرده برای گذراندن روزی اویلشان کار میکنن در مهاجرت. تمنای من آن است که عذاب است در وطن مردم هستند سر صبر میکنن ظلم میکنن. برای همین من خواهش میکنم که سوق سلامت به همین وطن خودشون برگردن. دو پسر دیگه هم در مهاجرت در فدراسیون روسیه کار میکنن خیلی میکنن شکایت که پدرجان کار وزوینه سنگین روز گذراندن در هر یک جا غم میکن یکی با هم یمیو میگن ما طاقت میکنیم علاکی کار کنیم. حکم های مشکلی اونها میدونم همه که زنگ بزد خیل زنگ بزد و خیل با همین راستی گپ زنگ بزدم که بچم روزود بگم میشه سهرود بگم میشه خمیگه خونه بیا در همینجا فعالیت کن بس اینجا با اینجا از او کشیدن و زدن و چی جایی که زنه که دخترها ولی رفتیستین دیپارتاسیا کشیدیستین یعنی با وطن بر میگردن مهلت میکن میگردن وطن که وطنی مردم هسته هر خیل سبب رو چی میکنن سبب های نوچیزه بحانه میکنن هم وطن رو خیلیش مبلغی نوچیز یک خیلیش خیلی برای مبلغی اندک با وطن به خونه بر میگردن. خیلی کن شامیر گفتنی هستم که وطنی مردم های عذاب های در روز دیپارتاسیون های وطن به هر بانو به هر گونه سبب و بچه ها را دیپارتاسیا میکنن. یا آمین خدا دعا را نزدیک کنه مرادا را حاصل کنه هر مراد داد در غریبی خدا مرادشان بتیه خدا پروردگار هر خوارشان نکنه به مراد و مقصدشان برسن ساق سلامت رفتین ساق سلامت با وقت خوش به عمر درازی با برکت خدا اکبر.